این کنج خانه مکانی زیستی محکمبای صوفیوف ساکن маъюби ноҳияи фархор است. او بیم دارد که روز مکانی زیستش را از دست می‌دهد و با 6 فرزند نابالغش در کوچه میماند. چون این خانه با او تعلق ندارد و صوفیو در آنجا همچون اجاره‌نشین زندگی میکند. محکمبای میگوید برای گرفتن قطعه زمین 14 سال باز به حکومت ناحیه فرخور مراجعت میکند. سال 2011 اجاره‌نشین 2011 تا این 24 یک نکردیم، یک 100 بار همین رئیسان ناحیه مراجعت کردیم که ممسر این ولی جنگ شهروندی پروندن، همین حکومت کانسیون طلبداری کرد، پروندن معیوب کرد، خیلی سای عزیزیم هیچ کار نمیه. صوفیه مدال اشتراک در جنگ را نشان داده میگوید که در جنگ داخلی یک پایش را از دست داده است و حالا پایش صنعی می باشد. با او عنوان معیوبی داده شده است. ولی میگوید اگر مدال و معیوبیش قدر می داشت کیها صاحب زمین شده بود. کشال کردم رئیس مرا وزار میگفت این رئیس میشه میره همین جنکنی برای حکومت را وصل میکنه. این همسه میکرد کارش آواز نمیبره. همسه میکرد او دسته در پیش موندم همیشه هر شمسه موندم که رئیس من اشتراکش جنگ همیشه میکرد. بعدی بیرون برمد و اخشای داشت ما که اکا میدونم که سپر وطنه هیچ همه داره یادی. در حکومت فرخور مراجعت صوفیوف رو تصدیق میکنند. رئیس ناحیه گفت که به او زمین پیشنهاد شده است اما او قبول نکرده است. با گفته رئیس ناحیه صوفیوف از منطقه های زمین میخواست که در آنجا زمین وجود ندارد. میخواد در پیش مکتب سازد. در پیش مکتب ما زمین ندارم که تیم. دورتر گویم نمیگوید. 2-3 مرتبه من ارکیتکت ناحیه در اینجا کمیته زمین اشتراک دارند. ما پیشنهاد کردگی به آدم. پیشنهاد شدن زمین را صوفیوف تصدیق میکند اما میگوید سبب قبول نکردنش در دوره منطقه میباشد. زمین در منطقه اولمتای بوده است که با گفته صوفیوف با سبب معیوبیش نمیتواند آنجا زندگی کند چون از مرکز ناحیه خیلی در دوری قرار داشته است. اولمتای ما رفتم بهشون گفتم ما خونه کنم خیلی نرین دیگه نیست. این مرد معیوب که 6 فرزند نابالغ دارد میگوید مسئولین نمیخواهند او را دستگیری کنند. با وجود همه مشکلات او اظهار می‌دارد تا جان در بدن دارد از شکایتش دست نمی‌کشد. همگی یک خواهش او این است که زمینی داشته باشد و با قوه خود برای خانواده‌اش منزل بنیاد کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخور.